هرکی ازتت کرد حالش. تو خیابون این ماشین دیدی نزدیکش هم نیه. به خاطر چی؟ به خاطر این GL45 AMG مک دیزاین که کلا 20 تا دونه ازش تو ایران هست. این ماشین هیچی از آرزوهاتون کم نداره. یه ماشین هاچبک توربو فرماتیک با 375 اسب بخور قدرت 0 تا 100 4 ثانیه‌ای. ماشین 5 تا مدل رانندگی داره که یکیش ریسه، صندلیش هم ریسه، دمپر داره، سیستم صوتی هارمن کاردن و کیت اگزوز. یه بریم باهاش دور بزنیم بقیه آپشناشو بهتون بگم. دو طرف صندلیش مموری داره، گرمکن صندلی داره، کیت اگزوز داره، ارزنده به حضور شما اتو استاپ استارت داره، سنسور پارک داره، رادار بین خطوط داره. ولی تو این ماشین اصلا راجع به رادارا نباید صحبت کنی. این ماشین رو فقط بعد توش بشینی، گاز بدی، از سواری بی‌نظیرش لذت ببری.